گاهی از دست دادن شکل دیگری از نجات است. گاهی باید اجازه دهید چیزهایی که پایان یافته‌اند همانطور پایان یابند. آیا درد دارد؟ بله، ولی هر درد معنای مرگ را ندارد. یاد بگیر که از آنچه تو را رها کرده است نرنجی. تا وقت دستت پر است چیزی نو را گرفته نمیتوانی. آدمان نمیمانند، فصلها عوض میشوند، داستانها پایان مییابند و این هیچ ربطی به بد بودن تو ندارد. این تنها معنای آن را دارد که وقتی سبک شدن رسیده است. هر چیزی را که با ترس نگهداری با درد از دست خواهی داد، اما هر چیزی را که با اعتماد رها کنی با عشق برمیگردد. پس نترس از رفتن آدمان، از شکستن، از خالی شدن. قرار نیست همان بمانه که بودی. قرار است به آن کسی تبدیل یابی که همیشه درون تو منتظر شکفتن بود و برای رسیدن به او گاهی باید از همه چیزهایی که فکر میکردی درد هستند بگذری.